Ye akay Sadi assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ayga اومدی بچا؟ ای گرانسی قزاقستان. ای بچا راه از اون کشیدی با چی رفتی اومدی؟ نه راحت کرده رفتم راحت کرده اومدم. کمرم رفتنیم با چی رفتی مرا آدرس ته؟ دلشو جان یک کمپانی رو توصیه میتونم بهترین کمپانی ای. نه چی؟ دوستان عزیز کسانی که از گرانیس مسکو با گرانیس قزاقستان گذشتن میخوان با همین رقم‌ها تماس بروی شما را با ماشین لوکس برده میارن. خداوند شما را نگهبان. یه دختر کجاشی خب بجم بیا خب میستم تو نگاه کردم. موی سر مشونه درموز بسته؟ خب هم یه ساعت شونو میکنه همین روز که هم خیلی کشید. بیا موی سر مشونه میکنم برای موی سر میگون شعر بخون. درباره موی سرت شعر بخونم؟ مایلش. گه در لقمه دستم، گه در کاسه شورباست، گه در بین نان و چای، عزیزم موی تو پیداست. شوخی نمیشوه. شوخی رمان تو؟ ما مثل میجی نگاه کرد تیز بخی بیا؟ گوش که مرا سعدی؟ نمی همه میدونه همه همسویو میدونه همه خشتبار میدونه که خمون میگردیم به حال خمون میخندن اسم میریم اسم میویم خمون توی نمیکنیم با خمون کیده در کاره؟ چی میخندین؟ من راست گفتم. کشی دروغ میگی سرخ نمیشه بایه ای آدم ما گفتم فتلوی اینم فهمیشنوسه چه فتلوی کنترلور قوای برق ای کو 12 ولتش مرد. ای توبه کردم 12 ای سونا جان 12 ولت فناری که گیرون میکنه. ای بچه میگم کنم 12 ولتش مرد. چه خیلی زد مرد. اونم اکامولاتور 12 ولت بالای سرش زغالتی. سعدی اکاسی نه همین دو میخمون چند اتاجه باشه 25 زندگی میکنی نمیدونی 25 ایام بالای کریشه بغلطی تو زمین چند روز نمیرسی یا 3-4 روز میرسیده ممکنه 3-4 روز ده ای با من بری ای دختر همین 3-4 روز خود نخری کنش نمیبری